با عرض سلام خدمت دوستان یه روز یه آخونده و یه عرقخور میرن اون دنیا. حالا این چیزی که بر ما تعریف کردم، میرن اون دنیا پیش ملکه، به قول خودمون، به قول مسلمون ها، خدا پیغمبر شناسا، میرن سر بار سر میشه ازش سوال نکیر و منکر که سوال میپرسن. آخوند به آخونده میگه تو باید بری جهنم، به عرقخوره میگه تو باید بری بهشت. آخونده اعتراض میکنه. آخونده برمیگه میگه چرا من باید برم به جهنم فلان بسار؟ من حسین گفتم، حسن گفتم، علی گفتم، تقی گفتم، نقی گفتم، من مردم رو به اسلام دعوت کردم، من فلان کردم، من بیچاره کردم، من روزه خوندم. ملکه این عرق خور بوده، فلان بوده، عرق خورده، حروم خورده، اینجوری کرده، بره بهش. ملکه یا به قول خودمون فرشته برمیگرده میگه تو به دروغ مردم رو گریوندی، عرق خوره به راستی مردم رو خندون. تو دل مردم رو خون کردی، عرق خوره دل مردم رو شاد کرد. عرق خوره لب مردم رو خندون، تو اشک مردم رو در آوردی. تو کجای دین ما نوشته که باید گریه کنن؟ تو دروغ گفتی، اون راستشه گفت. حالا دوست من، رفیق من، فالوور من، عزیز من، تا میتونیم دل به دست بیاریم، رو راست باشیم با مردم، رو راستی زندگی کنیم. به دروغ هیچی آیدتون نمیشه. نه اون دنیا توی، حالا تو برو سفره بنده اینجا تا منشد، به دردت نمیخوره به دروغ. تو بشی یه نفر رو لبش خندون کن، اون یه نفر به دردت میخوره. یا علی مدد، شب و روز خوش.